جهان بر بستر اتر شناوره و این اتر حالت مختلفی داره و ابتدای آفرینش در باور مهر باستان دانایی کل هست، یعنی جایی که فقط آگاهی هست، آگاهی کل، آگاهی تام، آگاهی قدسی، و بعد تبدیل می شود به حالتی از انرژی و اتر. و این اتر زمانی که می خواهد نازل بشود، اشاره می کنند که آن مقام مقدس، آن یگانه تجلی می کند. اشارهشون به این هست که این آگاهی و تبدیل میشه به اتر و این اتر حالت نزولی طی میکنه. در حالت نزولی اتر انواع و اقسام شکل‌ها رو به خودش میگیره، چون اتر در حکمت مهر باستان هم نور است هم آتش، یعنی همان نور عقل یا نار عشق و این مفاهیمی که در حکمت اشراق هست، یعنی هم نور است هم نار، و میتوان گفتش که هیچ کدوم از این خاصیت‌ها رو میتونه نداشته باشه. به طور کلی از توصیف خارج آن اتر مقدس، آن چیزی که اولین هست و یا همون فر، ما به اون حالت مقدسش، یعنی اولین مرتبه در این هرم رو میگیم فر، و اون سرزمین فر اشاره به همین آگاهی مقدس هست. در سیر نزولش و تجلیش تبدیل می شود به حالات مختلفی که ما اتر سرد داریم، اتر گرم داریم، اتر روشن، اتر تاریک، و تبدیل می شود به حالت جامد و گاز و مایع و بعد آب و خاک و باد و آتش و آن چیزی که در آسمان است، در چرخهای فلکی است، در زمین است و زیست و انسان و همه آن چیزی که دیده می شود. در این مسیر این اتر مقدس پدیده های مختلفی رو می سازه که ما فرشتگان رو داریم، الهگان، ایزدان، کروبیان، اربابان و همه این مفاهیمی که در ادیان در آیین‌های مختلف بهش اشاره شده و همه اینها مرتبه‌ای هستند از مراتب این هرم نزول اون آگاهی مقدس. پرسش دوست ما در مورد توصیف یکی از اون حالت‌های اتر هست. عرض کردیم که آتش مقدس، آن چیزی که در نیایشگاه‌ها استفاده می‌شد، آتشی بود که هوشمند بود، یعنی رسیدن به اتر یا حالتی از آن آتش یا دست یافتن به حالتی از اتر که هوشمند هست، و این هوشمندی یعنی دارای درک است، می‌تواند فرای زمان و مکان حالت بگیره و حاوی آگاهی هست و می‌تواند پلی بزنه یا درگاهی باز بکنه میان جهان‌های مختلف. ما اشاره کردیم به 4 جهانی که روبروی همدیگه هستن و مانند نماد چلیپا در حرکتن و زمان همان مایه مقدس یا دریایی هستش که این چرخ درون اون در حرکت هست. اشاره کردیم که در معابد و نیایشگاه‌های باستان و اون چیزی که امروزه هم این اتفاق می‌افتد و تعداد خاصی از اساتید این هنر رو دارند که با تعدادی از آتشدان‌ها، یعنی درون اماکن مقدس یا نیایشگاه‌ها، بر روی محراب خودشان تعدادی مجمر یا آتشدان رو قرار میدهند که این آتشدان‌ها از روغن‌های خاص طبیعی استفاده میشه و اون فتیله و اون نخی که این آتش رو قرار هست آتش مادی رو فراهم بکنه، اون هم از الیاف طبیعی هست. از بخورات خاصی استفاده میشه و سنگی در اون محراب قرار داده میشه و بنا به خواست اون استاد یا اون موق برای ارتباط گیری با هر طبقه ای از این مراتب آفرینش یا ارتباط گیری با سرزمین های دیگر می شود از این آتش مقدس استفاده کرد. یعنی می توانستند با چینش نوعی از هندسه مقدس، یعنی چینش این آتشدان ها بر روی محراب به شکل یک هندسه خاصی، استفاده از بخورات قرار دادن این سنگ در مرکز و نیایش ها و کلام مقدس، این آتش پس از مدتی توسط اون اوراد و بخورات و کارهایی که انجام میشد در نیایشگاه توسط اون استاد برابر اون دستور عمل، این آتش های عادی که در کنار همدیگه قرار داده شده بود به شکل مثلث یا ستاره پنجبر یا حالات مختلف تبدیل میشد، یعنی حالتی درونش ایجاد میشد که این آتش تغییر رنگ میداد، یک شکل هندسی خاصی پدیدار میشد که این شکل هندسی خاص سه‌بعدی بود و حاوی آگاهی بود. تصویری درونش دیده میشد که این تصویر میتوانست ارتباط بگیرد با اون استاد. زمان این نگه داشتن این حالت از دروازه یا درگاه یا این حالت اتر مقدس یا آذر مقدس نمیتونه زیاد طولانی باشه، چون تار و پودهای اتری و حفاظهای زیست ما سست میشن و ممکن هست موجوداتی رسوخ بکنن، مانند همون جریان سیاه چاله و سفید چاله. وقتی این درگاه باز میشه، این اتر مقدس ساخته میشه، ممکن هست موجوداتی به سمتش کشش پیدا بکنن و برای اینکه حفاظت بکنن از اون نیایشگاه، از آب
خصوصا آب جاری، یعنی آبی رو از چشمه ساران می آوردن به وسیله سنگ‌ها و فلزات. این آب خاصیت خاصی رو پیدا می‌کرد. اگر موجودی از این درگاه و دروازه‌ای که به واسطه آتش‌ها ساخته شده بود و این آتش مقدس هوشمند فعال بود، اون آب حفاظت می‌کرد از اینکه موجودی نفوذ نکنه، چون اگر موجودی از این ابعاد مختلف وارد می‌شد، اون استاد و اون مغ می‌توانست به وسیله اون آب اون موجود رو خنثی بکنه یا مانع ورودش به زیست ما بشه. این در جادوی باستان، در نیایشگاه‌های باستان این موضوع کارکرد داشت و موضوعی هستش که مجرب هست، تجربه شده. نکته مهمتر این هستش که ما این آتش مقدس گرم هست به نوعی. آتش دیگر یا اتر سرد نوعی دیگر هست که ما نیایشگاه‌هایی داریم که آب رو از یک سو جاری می‌کردن مانند آبشار، که آب از یک سو، از یک دریچه یا دروازه‌ای از معبد آب حرکت می‌کرد و یک پرده‌ای از آب جلوی اون دروازه قرار می‌گرفت و اون استاد مهر باستان یا اون مغ می‌توانست بر روی این آب هم کاری رو انجام بدهد که این آب هم پورتالی رو باز بکنه، دروازه‌ای باز بشه و این دروازه‌ها و این پورتال‌ها و این حالاتی که تجربه می‌شد یا ساخته می‌شد هوشمند بود. گزارشاتش در شاهنامه هست. وقتی شاهی بزرگی یا استادی به نیایشگاهی میرفت برای اینکه سوالی داشته باشه یا سوالی مطرح بکنه یا مشکلی اگر پیش می آمد و قصد ارتباط گیری با مراتب بالای آفرینش، یعنی مقام فرشتگان و الهان و ایزدان رو اگر داشت، میتونست به واسطه این آتش و خلق اتر این ارتباط رو بگیره، یا اگر پرسشی داشت میتونست به واسطه این اتر مقدس، چه از نوع سردش که کار با آب بود، چه از نوع گرمش که همین آتشدان‌ها و آتش بود، میتوانست پاسخ سوال خودش رو بگیره یا یک ارتباطی رو با جهان دیگر برقرار بکنه یا فراخوان یا دعوتی رو انجام بده. این هنر نیاکان ماست که امروزه به واسطه تکنولوژی میکوشن قسمتی از این دانش رو احیا بکنن. این هوش یا این اتر مقدس زمانی که فعال میشد هوشمند بود، یعنی دارای آگاهی بود، آگاهی که خارج از زمان میتونست عمل بکنه، آگاهی که در سراسر زیست ها، اقلیم های مختلف میتوانست تاثیرگذار باشه و میتوانست بر روی انسان های دیگر یا یک جامعه کارکرد داشته باشه. امیدوارم در سایه ایزد مهر شاد و تندرست باشید.